زنک؟ زنک لابای مردک بیاین رویم. بسم الله. زنک من امروز معاش گرفتم. معاش. سلامت باشین مردک. ما امروز یک چند تا کارتای همسایه را دوختم خیلی سونخور کردم. خیلی نه. سوی مکتب دخترمونم جمع کردیم. انشالله دخترمونم میمونه میخونه نامبرداری پدر و مادر میشوه. رحمتی کلام دادا جان. جانی دادا. آی اوسیا دادا تو اومد. آی دادا. چخیل بچه جان؟ ساز خوندی درسته؟ دادا جان من یه روز بهای 5 گرفتم. من میمورده باشم دایی ارکای دادا دایی نامبرداری دادا. بریم اک خونه مایله؟ سلامت باشی زنک. سلامت باشی. میگم خیلی گفت سلام. همینجوری شده میگم سوی افتگی چه در دخترش میزنه. همین خونه شهریمون نمیکنه. حتی در شکمش نمیخوره. همین قد دخترش خانم نیست. خوب شاید چینی خودش میشه. یا بسوی تو همیشه نیو. السلام دادا جان. من میمرم دای دختری خودم. دادا جان من روز بهای 5 گرفتم. کم زد دختر جان. کم زد. دختری جانی ما. دخترش خانم نیست. خوب شاید چینی خودش میشه. یا بسوی. دادا جان. دختر جانم. دختر جان و جگرم. من انتظار بودم. بیا شین. دختر جانم من تو را تربیت کردم خانوندم. نمیخوام که روزی از پسی من بد گویند. جان و جگرم بسیار خوب میشد که پدران فرزندان را میخوانندند، علل خصوص دختران را، چون که دختر زن مادر هر چقدر بسواد شود بسواد باشد خاندان همان قدر انتظام و مهر و محبت زیاد میگردد، چون که تربیتگر اساسی فرزندان مادر است. دخترم مادر. تشکر دادا جان. همیشه با شمایم در خدمت شما. دختر جان من. پدر